به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع می‌کنیم. سفر به ماورا، نوشته روبرت آ مونرو و ترجمه منوچهر بهاری. این کتاب چاپ اولش در زمستان 1371 بوده که در امریکا این کتاب چاپ شده و این چاپ هم به چاپ 128 رسیده این کتاب در ایران. اما فهرستش گفتار مترجم داره، مقدمه نسخه آلمانی این کتاب و نزدیک 21 سرفصل هستش که من از گفتار مترجم فاکتور میگیرم و برای شما از فصل اول شروع میکنم به خواندن. لطفاً با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو با هم کشفش کنیم. 1. بدون کمک عصای معجزه‌گر. معمول است که هر کتابی با مقدمه آغاز شود یا راهنمایی داشته باشد تا خوانندگان کم حوصله سریعاً به نقطه حساس و جالب کتاب برسند. اما در اثر حاضر نقطه حساس بی مقدمه و از همین ابتدا آغاز می شود. دلایل گردآوری مطالب و انتشار آنها: الف، یاری رساندن به کسانی است که چنین حالات عجیبی برایشان رخ می‌دهد. باشد که از رنج و وحشتشان کاسته شود. به خصوص که در این وادی جواب‌های صریح برای همه سوالات یافت نمی‌شود و انسان باید جواب خود را در تجارب دیگران نیز جستجو کند. علاوه بر این، اهل این مکاشفات بدانند که تنها نیستند و اگر چنین کشفیاتی برای آنها به وقوع پیوست به سادگی خود را به دست روانشناس نسپارند و از آسایشگاه‌های روانی در امان باشند، یا اینکه اگر یک قدم فراتر رویم به مرز انهدام روانی نرسند. دلیل دیگر اینکه شاید به این طریق در سالهای آینده فرهنگ کلیشه‌ای ما به کمک علوم گسترش یابد و افق دید و تلاش‌های علمی ما وسیع‌تر شود تا آنچه امروز غیر علمی به نظر می‌رسد علمی شود. به این طریق دانش عمیق و شناخت و درک صحیح از خود واقعی و موجودات اطراف داشته باشیم. اگر همین دو حرف یا حتی یکی از آنها در هر وقت و هر کجا که باشد برآورده شود برای من کافی خواهد بود. این دستاورد متعلق به صنف یا گروه مخصوصی نیست. سعی بیشتر در این است که به گروه‌های مختلف علمی و همچنین به یک زبان گویا و در حد امکان واضح مطالبم را بیان کنم و از هر گونه کلیگویی احتراز کرده باشم. بدیهی است که یک فیزیکدان یا یک زیستشناس یا یک روانکاو و حتی یک فیلسوف شاید زبان تخصصی تری به کار برند تا بتوانند همین مطلب را به نوعی دیگر بیان کنند. ولی شیوه بیان این کتاب نشان می‌دهد که با زبان ساده نیز می‌توان آن را شرح داد. اما به احتمال تفسیرهای گوناگون باعث تضاد و تناقض می‌شود. زیرا در چنین روندی مشکل عرضه کردن یک دستورالعمل منطقی مشکل به نظر می رسد. در صورتی که این امر به عنوان حقیقت شناخته شود، آموزش‌ها و تجارب یک عمر را لغو خواهد کرد. در حقیقت این روند از نظر ذهنی بسیار ثقیل است، چرا که هیچ کس به آسانی و با میل و رغبت حاضر به تصحیح دیدگاه‌های خود نیست. برای این گزارش واقعی البته نمیتوان هیچ ابتدایی را در نظر گرفت. در بهار سال 1958 زندگی کاملا راحتی با خانواده‌ام داشتم و چون به طبیعت علاقه‌مند بودم در جایی دنج در حومه شهر زندگی می‌کردم. علاوه بر کار روزانه آزمایشاتی را با روش یادگیری در طول خواب انجام می‌دادم و موضوع اصلی آزمایش خودم بودم. اولین واقعه در بعد از ظهر یک روز یکشنبه اتفاق افتاد که افراد خانواده‌ام به کلیسا رفته بودند. به نوار مخصوصی گوش می‌کردند. مطلب از این قرار بود که من باید حواسم را روی علائم واحدی که
از ضبط صوت پخش میشد متمرکز میکردم. علائمی که از راه گوش میشنیدم و میبایست به سایر حواس منتقل میکردم. درجه دریافت و به خاطر سپردن تعیین کننده درجه موفقیت بود. در حین اینکه تصاویر و صداهای اطرافم را فرا گرفته بود، به نوار گوش می‌دادم که در آن قدرت مافوق به خصوصی یافت نمی‌شد. اما امروز وقتی به آن فکر می‌کنم، مهمترین مطلب آن توصیه‌ای بود که در حین انجام تمرین‌های خلسه پیش می‌آمد. توجه کردن و ملکه ذهن کردن نوار بدون هیچ پیشامد مخصوص و نتیجه‌ای تمام شد. خاطره من از آن بسیار واضح و با دقت بود، زیرا خود من طراح این نوار بودم و به همین دلیل متن آن برایم آشنا بود و با آن انس داشتم. نوارهای دیگر برایم کارایی نداشتند و برای انجام این فرم آزمایش لازم بود که نوارها از طرف شخص دیگری مورد آزمایش قرار گیرند. وقتی خانواده‌ام از کلیسا مراجعت کردند، غذای کاملی خوردیم، سپس قهوه نوشیدیم و بعد از آن یک بحث عادی در گرفت که هیچ ارتباطی با قضیه اصلی نداشت. حدود 1 ساعت بعد به طور ناگهانی دچار دلدرد و دلپیچه شدم. درد در محدوده شکم تا زیر سینه و یا پلکسوس سولر، پرده حاجز شبکه اعصاب خودآگاه، دقیقاً زیر قفسه سینه بود. درد خیال کم شدن نداشت. اول فکر کردم مسموم شدم، اما اگر مسمومیت بود باید بعد از تهوع درد رفع میشد. تازه افراد خانواده‌ام نیز همان غذا را خورده بودند و اگر عیب از غذا بود آنها هم باید مسموم میشدند، در حالی که هیچ یک حال بدی نداشتند. سعی کردم قدم بزنم. فکر می‌کردم که این ناراحتی مربوط به ماهیچه‌های شکم است. از آپاندیس خیالم راحت بود، چون سالها پیش آن را عمل کرده بودم. با وجودی که درد شدیدی داشتم، به راحتی نفس می‌کشیدم. ضربان قلب هم عادی به نظر می‌رسید. نه عرق کرده بودم و نه جاییم درد می‌کرد. درد فقط در ماهیچه‌های پایینی بدنم بود. ناگهان به این فکر افتادم که ممکن است این حالت به نوار ضبط مربوط باشد. نوار و متن‌هایی را که با آن کار کرده بودم بررسی کردم، ولی هیچ چیز غیر عادی ندیدم. نیروهایی که در نوار بودند با یکدیگر هماهنگ به نظر می رسیدند و من سعی در شناسایی نیروی نهفته داشتم. هنوز هم خیلی درد داشتم. شاید بهتر بود فوراً به پزشک مراجعه کنم، اما چیز مهمی به نظر نمی رسید. حالم بدتر نمی شد ولی بهتر هم نمی شدم. سرانجام به تمام پزشکان در دسترس تلفن زدم، اما همه‌شان در مسافرت و یا در حال بازی گلف بودند. حالت درد و دلپیچه‌ام از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا حدود نیمه شب ادامه داشت و از داروهای خانگی هم بهبودی حاصل نمی شد. کمی بعد از نیمه شب از درد مفرط و خستگی به خواب رفتم. فردای آن روز صبح زود بیدار شدم. درد از بین رفته بود، اما در تمام موضع گرفتگی عضله داشتم، شبیه دردی که در موقع سرفه کردن زیاد به آدم دست می‌دهد. علت این گرفتگی هنوز هم برایم روشن نیست و فقط به این خاطر حرفش را زدم که اولین واکنش جسمانیم بود. حالا وقتی به گذشته نگاه می‌کنم، احتمال می‌دهم که چیزی شبیه به معجزه یا یک جرقه بوده، گرچه در آن زمان هنوز از چیزی خبر نداشتم. حدود 3 هفته بعد قضیه جدی‌تر شد. احتمال می‌دادم که حالت گرفتگی به نوعی با نوار ضبط در ارتباط باشد. به همین دلیل تمرین را قطع کردم. علامت دیگری هم نبود که حاکی از دلیل خاصی خارج از این موضوع باشد. یک شنبه بعد هم وقتی همه به کلیسا رفته بودند، در اتاق نشیمن روی کاناپه دراز کشیده بودم تا کمی بخوابم. خانه کاملا آرام بود و من دراز کشیده بودم. سرم به طرف شمال بود، در صورتی که این نکته حائز اهمیت باشد. به نظرم رسید که مجموعه نورانی از طرف شمال حدود 30 درجه بالای افق به طرف من آمد، با من برخورد کرد و مرا در بر گرفت. آن روز خورشید نمیتابید و این نور هم نور خورشید نبود. اول فکر کردم واقعا نور خورشید است، اما تابش خورشید از سمت شمال خانه ما امکان نداشت.
وقتی نور همه بدنم را در بر گرفت به شدت به لرزه افتادم، ارتعاشی که به هیچ وجه قادر به جلوگیری آن نبودم. نمی توانستم حرکت کنم، مثل اینکه در گیره محکمی گیر کرده باشم. گویی تمام قدرتم مختل شده بود. در حالت کاملا شوک بودم و ترس سراپایم را فرا گرفته بود. به زور سعی کردم حرکت کنم، اما این کار به قدری سخت بود که گویی کاملا در غل و زنجیر گرفتارم. زمانی که توانستم آهسته روی کاناپه بنشینم، لرزش‌ها آهسته و خود به خود از بین رفت و توانستم بدون هیچ محدودیتی حرکت کنم. بلند شدم و این طرف و آن طرف رفتم. کاملا هوشیار بودم و در وجودم هیچ چیز غیر طبیعی احساس نمی کردم. از روی ساعت فهمیدم که همه این اتفاقات فقط چند ثانیه طول کشیده است. در این مدت چشمهایم باز بود. اتاق را می دیدم و صداهای جلوی خانه را می شنیدم. از پنجره به بیرون نگاه کردم، به خصوص به طرف شمال. نمی دانستم چه چیز را می خواهم ببینم. همه چیز عادی به نظر می رسید. بیرون رفتم تا درباره این موضوع عجیب و غریب فکر کنم. در خلال 6 هفته بعد این حالت عجیب 9 بار در ساعتهای متفاوت رخ داد و تنها وجه مشترک آنها این بود که زمانی که من آماده استراحت و یا خوابیدن بودم پیش می آمد. در این حالت فوراً خود را مجبور به نشستن می کردم و لرزش از بین می رفت. با وجودی که در بدنم احساس لرزش می کردم، اما هیچ دلیل مشهودی بر واقعیت این لرزش نداشتم. با اطلاعات اندکی که از پزشکی داشتم برای خودم احتمالات زیادی ساختم. اول امکان بیماری سر را در نظر گرفتم، اما بلافاصله دریافتم که مبتلایان به بیماری سر پس از به خود آمدن هیچ گونه خاطره‌ای ندارند و حتی هیچ احساسی به خاطرشان نمی آید. دیگر اینکه سر یک بیماری ارثی است و از کودکی خودش را نشان می دهد. پس حالت من سر نبود. احتمال دادم غده‌ای در سرم باشد و با وجود اینکه حالتم با علائم مخصوص این بیماری یکی نبود، با وحشت نزد پزشک خانوادگیم دکتر ریچارد گوردون رفتم و آثار و علائم حالتم را شرح دادم. او به عنوان متخصص بیماری‌های داخلی احتمالاً باید می‌توانست بیماریم را تشخیص دهد. البته تا آنجا که میشد برایش تعریف کردم و داستان بیماریم را گفتم. پس از معاینه دقیق عقیده‌اش این بود که من زیاد کار کردم و پیشنهاد کرد که بیشتر بخوابم و وزن کم کنم. خلاصه او نتوانسته بود هیچ گونه ضایع جسمانی مبنی بر داشتن غده مغزی یا سر بیابد و فقط میخندید. من به حرفهای او اطمینان داشتم و با خاطری راحت به خانه رفتم. حالا که هیچ گونه ضایع جسمانی نداشتم، احتمال سوم این بود که مبتلا به وهم یا هالوسیناسیون باشم. به همین دلیل تصمیم گرفتم در صورتی که بار دیگر این حالت بروز کرد تا حد امکان با آن منطقی برخورد کنم و به نظاره‌اش بنشینم. همان شب درست مثل یک برنامه حساب شده این حالت به وقوع پیوست. درست 2 دقیقه بعد از اینکه برای خوابیدن به رخت خواب رفته بودم، تصمیم داشتم بدون هیچ مقاومتی باقی بمانم و مشاهده کنم. در حالی که دراز کشیده بودم، همان احساس در سر و بدنم به جریان افتاد. این بار لرزشی در کار نبود، بلکه تکانها بسیار منسجم و با یک فرکانس یک نواخت صورت می گرفت. حالتم شبیه به شوک برقی بود و تکانها در تمام بدنم جریان داشت، اما بدون احساس دردی که دفعه قبل داشتم. دیگر اینکه به نظر می رسید نبضم حدود 60 ضربه یا نصف آن می زند. با ترس تسلیم شدم و سعی کردم آرام بمانم. در آن حال قادر بودم محیط اتاقم را ببینم، اما قدرت شنواییم بسیار کم شده بود. به خاطر یک نواخت بودن لرزش از خود سوال می کردم اکنون چه خواهد شد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. پس از حدود 5 دقیقه این حالت عجیب تمام شد. بلند شدم و خودم را کاملا عادی احساس کردم، اما نبضم به سرعت میزد. از قرار معلوم به سبب اضطرابی بود که داشتم. به غیر از این دیگر چیزی محسوس نبود. تجربه اخیر باعث شد که قسمت اعظم ترسم از بین برود.
در 4-5 بار دیگری که این حالت لرزش رخ داد توانستم کمی بیشتر کشف کنم. مثلا یک بار به نظرم رسید که دایره‌ای از یک جا تشکیل می شود که قطر آن تقریبا 60 سانتی متر است و مرکز ثقل آن بدن من می باشد. هر وقت که چشمهایم را می بستم می توانستم این دایره را مشاهده کنم. خود دایره از قسمت سر شروع می شد و به طرف پایین تا انگشتان پا امتداد می یافت. سپس دوباره به طرف بالا می رفت و لرزش منظم آن ادامه می یافت. ضمن اینکه دایره در محدوده سرم دور می زد احساس می کردم لرزش ها مثل یک نوار متصل در تمام اجزای بدنم به طور یک نواخت جریان دارد، طوری که احساس می کردم پوست و عضلاتم حالت پرش دارند. دوران این دایره در بالا و دور سرم یک حالت نوازش نشه‌آور در مغزم به وجود می آورد که کاملا محسوس بود. سعی داشتم شعله‌های الکتریکی دایره‌وار را بررسی کنم، اما قادر نبودم و نمی توانستم دلیلی برای آن پیدا کنم. بدیهی است که تمام این جریانات از همسر و فرزندانم پنهان بود تا زمانی که جواب قطعی برای این حالت نمی‌یافتم دلیلی نداشت آنها را نیز مشوش و ناآرام کنم. یکی از دوستانم را که دکتر روانشناس معروفی بود در جریان گذاشتم. دکتر فوستر برادشو. اگر او نمی بود نمیدانم کارم به کجا می‌کشید. شاید یک آسایشگاه روانی. او که مثل دکتر گوردون مرا خوب می‌شناخت، پس از اینکه تمام جریان را برایش تعریف کردم علاقه زیادی نشان داد. عقیده داشت که ممکن است این یک نوع از انواع هالوسیناسیون باشد. پس از گفتگو راجع به اینکه ممکن است من در مرحله شروع اسکیزوفرنی و یا یک بیماری از این نوع باشم خنده‌اش گرفت. از او پرسیدم که به عقیده او چه باید کرد؟ جوابش را هرگز فراموش نمی‌کنم. پاسخ داد: شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید غیر از این که بررسی کنید و ببینید که این پدیده چیست. این جواب دکتر برادشو متخصص معروف بود. او همچنین اضافه کرد: به نظر نمی‌رسد شما راه دیگری داشته باشید و چنانچه برای من چون این چیزی پیش بیاید به یک جای دنج یا یک جنگل خواهم رفت و سعی خواهم کرد راه حل را پیدا کنم. اما این اتفاق برای من افتاده بود، نه برای دکتر برادشو، و من نمیتوانستم به گوشه یا جنگلی بروم زیرا مجبور به تأمین هزینه خانواده‌ام بودم. چند ماه دیگر سپری شد و این حالت همچنان ادامه داشت. همه چیز برایم یک نواخت و خسته کننده شده بود تا اینکه یک شب که در رخت خوابم دراز کشیده بودم و میخواستم بخوابم ناگهان لرزش ها شروع شد. با حوصله صبر کردم تا تمام شود و بتوانم بخوابم. در رخت خواب به پهلوی راست قرار گرفته بودم و با انگشت فرش را لمس می کردم. من با اجبار مخصوصی این کار را انجام می دادم و فرش را لمس می کردم تا مطمئن شوم که می توانم این کار را انجام دهم بدون اینکه متوجه این کار باشم یا آن را درک کنم. می خواستم بدانم آیا همزمان با لرزش ها قادر هستم انگشتانم را به حرکت درآورم یا نه. ناخن‌هایم را در فرش کف اتاق فرو کردم. پس از یک مقاومت کوتاه به نظرم رسید که می توانم انگشتانم را از میان فرش بگذرانم. با کنجکاوی بسیار انگشتانم را بیشتر فرو بردم و آن را از فرش گذراندم تا به قسمت خشن کف اتاق رسید. آنجا به جستجو پرداختم. یک چوب مثلث شکل، یک میخ که در کار مخفی بود و مقداری خاکره. با حالت عادی این خواب استثنایی را در بیداری دنبال می کردم و انگشتانم را بیشتر فرو می بردم. به سقف طبقه همکف رسیدم. این احساس را داشتم که بازویم کش آمده و از تمام اتاق گذشته است. دستم به آب رسید. بدون هیچ هیجانی با انگشتانم آب را به اطراف می پاشیدم که ناگهان این وضع برایم خودآگاه شد. من کاملا بیدار بودم و از پنجره تابش نور ماه را در مزرعه می دیدم، در حالی که توی رخت خواب بودم.
وضعیتم را بررسی کردم. پتو رویم بود، بالش زیر سرم و سینه‌ام را که از عمل دم و بازدم بالا و پایین میرفت احساس و ادراک میکردم. لرزش هنوز ادامه داشت، اما از شدت آن کاسته شده بود. گرچه غیر ممکن به نظر می رسید که دستم هنوز در آب باشد، ولی این واقعیت داشت و من 100% اطمینان دارم که در حالت بیداری بودم. دستم نیز با همان احساس عجیب همچنان در حال عبور از سقف بود. از خود می پرسیدم که چطور ممکن است من بیدار باشم اما خواب ببینم که دستم از کف و سقف اتاق گذشته است. لرزش ها به تدریج کم می شد و من به یک دلیل عقیده دارم که بین عبور انگشت هایم از کف اتاق و لرزش ها ارتباطی وجود دارد. فکر می کردم چنانچه دستم را قبل از پایان لرزش ها بیرون بکشم به احتمال زیاد کف اتاق دوباره بسته می شود و دستم قطع خواهد شد. بدون اینکه درباره این و آن فکر بکنم دستم را از کف اتاق بیرون کشیدم و به داخل رخت خواب آوردم و لرزش ها پس از چند لحظه متوقف شد. از جایم بلند شدم و چراغ را روشن کردم. مکان مورد بحث را در جوار تخت نظاره کردم. نه سوراخی در فرش بود و نه در کف اتاق. همه چیز عادی بود. به دست و بازویم نگاه کردم. از آب هیچ اثری ندیدم. دستم هم کاملا عادی بود. به اتاق نگاه کردم. همسرم آرام در جایش خوابیده بود. درباره هالوسیناسیون فکر کردم و با خود گفتم بهتر از فردا، البته بعد از اینکه کاملا آرام بشوم و خود را باز یابم تا بتوانم بخوابم، کف اتاق را سوراخ کنم و ببینم آیا اشیایی را که لمس کردم آنجا هست یا نه. آن چوب مثلث شکل میخی که در کار پنهان بود و خاکره. اما نتوانستم خودم را راضی کنم که به خاطر یک هالوسیناسیون عجیب و غریب کف اتاق را بشکافم و خرابش کنم. این رویداد را برای دکتر برادشو تعریف کردم. او تایید کرد که این کاملا شبیه به یک کابوس در روز است و عقیده داشت که باید کف اتاق را سوراخ کرد و دید که چه چیزی آنجاست. او مرا با دکتر لوئیس وورگ آشنا کرد، یک دکتر روانکاو معروف. در یک میهمانی عادی از او درباره پدیده لرزش‌ها سوال کردم. او عکس‌العمل مؤدبانه‌ای نشان داد و احساس کردم که در مهمانی آمادگی سوالات را ندارد. من از این امر ناراحت نشدم، بلکه به او حق می‌دادم. البته به هیچ وجه جرأت نداشتم فرو بردن بازویم را در کف اتاق مطرح کنم. با وجودی که در زمینه‌های علمی، فنی و پزشکی بیشتر از حد معمول آموزش دیده بودم، ولی در این محیط راهی نداشتم که سریعاً به پاسخ برسم یا لااقل به آن نزدیک شوم. حتی به نظر نمی رسید که در یک محدوده زمانی مشخصی به جواب برسم، زیرا عقیده داشتم که با مسائلی غیر منطقی روبرو هستم که آنها را نمی شناختم و نمی دانستم که چه خواهد شد. 4 هفته بعد لرزش ها دوباره شروع شد و من در این فاصله بسیار ملاحظه کار شده بودم و یک دست و یک پا را با احتیاط به حرکت در می آوردم. آخر شب وقتی کاملا برای خواب آماده شده بودم و همسرم در کنار من به خواب رفته بود، به نظرم رسید که چیزی در سرم بالا می آید و به سرعت در تمام بدنم ادامه می یابد. دوباره همه چیز مثل قبل بود. در حالی که دراز کشیده بودم فکر کردم که چطور می توانم این موضوع را به نوعی دیگر تحلیل کنم. فرض کردم چه خوب می شد اگر فردا می توانستم با یک هواپیمای بادی پرواز کنم. بیان که به نتیجه آن فکر کنم و چیزی بدانم، فقط به لذت پرواز فکر می کردم. پس از چند لحظه متوجه شدم که چیزی شانه‌ام را می فشارد. با کنجکاوی کمی آن نقطه را لمس کردم که بفهمم چیست. دستم به یک دیوار صاف برخورد کرد. فاصله به اندازه طول دست من بود که آن را لمس می کردم. دیوار صاف بود و امتداد داشت. با حواس کاملا جمع سعی داشتم در نور مات اتاق ببینم که آیا این واقعا یک دیوار است که من با شانه‌ام در آن قرار گرفتم یا نه. فکر کردم ممکن است به خواب رفته باشم و از تخت به بیرون پرتاب شده باشم. این کار هنوز اتفاق نیفتاده بود، ولی با این اتفاقات عجیب و غریب بالاخره احتمال داشت که روی دهد. سپس به اطراف نگاه کردم.
به نظرم می رسید که چیزی جای خودش نیست. این دیوار نه در داشت و نه پنجره و هیچ گونه تزیین و مبلمان هم آن طرفش نبود. این دیوار اتاق خواب نبود، ولی به نوعی برایم ملموس بود یا مأنوس بود. ناگهان متوجه شدم که این دیوار همان سقف اتاق خواب است که من در زیر آن شناورم. به نظرم بسیار نرم بود. من متحیر به عقب که نگاه می کردم در نور ماه تخت خواب خودم را در پایین می دیدم. در رخت خواب شکل 2 نفر پیدا بود. در سمت راست همسرم قرار داشت و در کنار او صورت شخص دیگری دیده می شد و به نظر می رسید که هر دو در خواب باشند. این برایم بسیار عجیب بود و باعث شد که بیشتر کنجکاو شوم و ببینم که چه کسی کنار همسرم خوابیده است. وقتی دقیق‌تر شدم حالت شوک به من دست داد، زیرا خودم در رخت خواب بودم. عکس‌العملم بسیار ناگهانی بود. چطور ممکن بود که من هم در بالا باشم و هم در پایین؟ آیا این مرگ بود؟ ولی من هنوز آماده مردن نبودم. این لرزش‌ها برایم کشنده بود. با تردید مثل یک غواص در بدنم غوص زدم و در آن فرو رفتم و توانستم تخت و پتو را احساس کنم. وقتی چشمهایم را باز کردم، اتاق را از زاویه‌ای که قرار داشتم ارزیابی کردم. از خود سوال می‌کردم که چه چیزی اتفاق افتاده؟ آیا واقعاً به مرگ نزدیک بودم؟ قلبم تپش داشت. دست‌ها و پاهایم را تکان می‌دادم. همه چیز عادی و طبیعی بود. لرزش‌ها هم از بین رفته بود. بلند شدم و در اتاق قدم زدم. از پنجره به بیرون نگاه کردم و یک سیگار کشیدم. تا رفتن مجدد به رخت خواب وقت زیادی گذشت. هفته بعد سراغ دکتر گوردون رفتم که بار دیگر معاینه‌ام کند، ولی دلیل ملاقات را نگفتم. حس کردم که ناآرامم و به دقت معاینه‌ام کرد. از آزمایش خون گرفته تا یک آزمایش عفونت خون و عکسبرداری و همچنین الکتروکاردیوگرام، طیف‌نگار قلب، او با دقت و حوصله تمام علائم زایی مغزی را پیگیری کرد و راجع به واکنش‌های مختلف بدن سوالات بسیار کرد. همچنین الکتروآنژیوگرافی یا موج‌نمایی الکتریکی مغز را انجام داد، ولی هیچ چیز غیر طبیعی نبود. یا اینکه به من چیزی نگفت، یا احتمالاً چیزی دیده نشد. اما اطمینان دارم که چنانچه مسئله‌ای بود لااقل مرا در جریان می‌گذاشت. دکتر با دادن داروی مسکن مرا به خانه فرستاد و قرار شد وزنم را کم کنم، کمتر سیگار بکشم و بیشتر استراحت کنم. در خاتمه نیز اظهار داشت چنانچه مسئله‌ای وجود داشته باشد طبیعت آن جسمانی نیست. من با دوست روانشناسم دکتر برادشو قرار گذاشتم، اما این ملاقات اثری نداشت و او به هیچ وجه مرا درک نکرد. اما زمانی که ماجرایم را برایش تعریف کردم، در جواب به من گفت که این تجربه را در صورتی که قادر هستم تکرار کنم. به او جواب دادم که هنوز برای مردن آمادگی ندارم. در جواب گفت که امکانش وجود ندارد. در ادامه دکتر برادشو با راحتی کامل اضافه کرد که چند تن از کسانی که تمرین‌های یوگا و یا آداب مذهبی شرقی را به وجود می‌آورند ادعا دارند که هر وقت دلشان بخواهد قادر به انجام آن هستند. از او پرسیدم که قادر به انجام چه کاری هستند؟ او در جواب گفت آنها برای مدتی می‌توانند بدن خود را ترک کنند. آنها معتقدند که می‌توانند به همه جا بروند و شما باید این را تجربه کنید. در جواب گفتم که این مسخره است، زیرا هیچ کس نمی‌تواند بدون جسم خود به جایی برود. نه، من مثل شما اینطور مطمئن نیستم. این جواب دکتر برادشو روانشناس بود که خیلی هم آرام بیان کرد و ادامه داد شما باید درباره هندوها مطالعه کنید و پرسید آیا شما فلسفه خوانده‌اید؟ پاسخ مثبت دادم و اضافه کردم ولی مطلبی راجع به سفر بدون جسم در آن ندیدم و یا اینکه به یاد ندارم. دکتر گفت شاید احتمالاً استاد فلسفه شما خوب نبوده و سپس سیگار برگی روشن کرد و در حالی که به من نگاه میکرد گفت اینقدر ملاحظه کار نباشید. سعی کنید بفهمید این پدیده چیست. استاد فلسفه من میگفت چنانچه از یک چشم نابینا هستید از چشم دیگر استفاده کنید و اگر از هر دو چشم نابینا شدید گوشتان را باز کنید و خوب گوش بدهید.
از او پرسیدم در صورتی که کر باشم چه کار باید بکنم، اما دیگر جوابی نداد. طبیعی بود که سکوت کند، چون این حالت و اتفاق عجیب برای من رخ داده بود، نه او. واقعا نمیدانستم بدون کمک و راهنمایی او و یا خلق و خوی ملایمش چه باید میکردم. لذا خودم را همیشه مدیون او احساس میکنم و لطف او را هیچ وقت نمیتوانم جبران کنم. لرزش ها 6 بار دیگر تکرار شدند قبل از اینکه من بتوانم به طور ارادی آنها را ایجاد کنم. اولین لرزش ارادی کاملا ناامید کننده بود، در ضمن که این حالت به شدت ادامه داشت. فکر کردم که به طور مستقیم از روی تخت شناور شوم. این کار را انجام دادم و در وسط هوا قرار گرفتم و وقتی که اراده کردم این حالت پایان یابد تمام شد. احساس بدی نبود، اما نگران بودم که ناگهان به پایین سقوط کنم. پس از چند لحظه فکر کردم بهتر است بازگردم و در یک لحظه احساس کردم که در رخت خواب قرار گرفتم. تمام حواس جسمانی و ضمیر خودآگاه هم به طور کامل کار می‌کردند و همه عادی بودند. از لحظه شروع لرزش ها، یعنی از وقتی که در رخت خواب قرار گرفتم تا موقعی که برخاستم، هرگز ارتباطم با ضمیر خودآگاهم قطع نشد. در صورتی که اگر این پیش آمد واقعیت نداشت و اگر این فقط هالوسیناسیون یا یک خواب در بیداری بود یا اینکه فقط خواب بود، در این صورت من در موقعیت بسیار سختی قرار داشتم و امکان نداشت که شناخت پیدا کنم که مرز خواب و بیداری در کجا قرار گرفته است. در تیمارستان ها هزاران نفر یافت می شوند که چنین مشکلی دارند. بار دوم با قصد قبلی سعی کردم جداسازی صورت بگیرد و موفق شدم. باز هم به سوی سقف شناور شدم، اما این بار احساس شدید جنسی داشتم و قادر نبودم به چیز دیگری فکر کنم. این احساس برایم بسیار ناخوشایند و شرم‌آور بود. از خودم بسیار عصبانی بودم، زیرا قادر به کنترل این احساس نبودم. به بدنم مراجعت کردم. پس از 5 مرتبه که این احساس را کنترل کردم فهمیدم چیست. غریزه جنسی چنان پرمعنی است که در بخش‌های بعدی با شرحی مفصل به آن خواهم پرداخت، اما در آن زمان این احساس برایم بسیار ناگوار بود، زیرا باعث می‌شد به نتوانم جسمم را ترک کنم. در نتیجه میبایست خودم را در همان جایی که بودم در اتاق حس می‌کردم. از آنجا که جدولی اصطلاح دیگری در اختیار نداشتم، این حالت را وضعیت ثانی، یعنی بدن غیر جسمانی نامگذاری کردم. تاکنون اصطلاح بدن ثانی که هنوز هم باقی ثابت کرده که بسیار خوب و رساست، مگر اینکه عنوان دیگری به دنبال رویداد متقاعد کننده دیگری پیدا شود. به این رویداد به همه دیدی نگاه کردم، به غیر از خواب دیدن در بیداری، از جمله به چیزهای مهمتری مثل هالوسیناسیون و یا حالت بیماری نایروتیک. خب این کتاب خیلی زیباست و دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این رو برای شما بخونم. این کتاب هولوش 300 صفحه است و اگر به زندگی خارج از بدن بدون اینکه بمیرید و روح جدا شده از بدنتون و سفر کردن به همه مکانهایی که دوست دارید، امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید و برای خودتون بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.